نام خدا. به خبر ساعت 10 خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. حضور طالبان در بخش‌های شهر غزنی. تصویرهایی که از نبردها در غزنی به دست آمدن نشان می‌دهند که در چند روز اخیر بخش‌های بزرگ از این شهر در آتش سوختند. ډېر جسدونه هم دلته پاتې دي چې د چچنیا خلک پکښې کې وو، پاکستانیان پکښې کې وو. ناپدید شدن در حدود 100 تن از نیروهای کماندو. وزیر دفاع ملی میگوید که در حدود 50 تن از نیروهای کماندو از بهر افزایش تهدیدهای طالبان از ولسوالی اجدستان و ولسوالی‌های همجوار آن رفتند. متباقی سرنوشتشان معلوم نیست که در چند کمین اینا برخوردن یا از بین رفتن یا اسیر شدن یا گفته مردم دو منطقه پرت شدن. لغو بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان به علت نابسامانی‌های اقتصادی. لیگ برتر فوتبال افغانستان امسال برگزار نخواهد شد. اتیا خبر میشنوی که هیچ کس نمیتونه حمایتت بکنه، در حالی که همگی وعده کردن که حمایت میکنن لیگ برتر افغانستان. با آغاز دور تازه پارلمان پاکستان و سوگند یاد کردن رهبران سیاسی در پارلمان این کشور. سلام بر شما، من مسعود ملک هستم با خبرهای ساعت طلوع و طلوع نیوز. تصویرهایی که از نبردها در غزنی به دست آمدند نشان می‌دهند که در چند روز اخیر بخش‌های بزرگ از این شهر در آتش سوختند و نیز جسدهایی از قربانیان این نبردها بر جاده‌ها برجا ماندند. در این تصویرها دیده می‌شود که طالبان در بخش‌های شهر غزنی حضور دارند و مردم در بیشتر بخش‌های شهر در آشفتگی به سر میبرند و برای تأمین نیازهای خانواده‌هایشان می‌کوشند. اما نهادهای امنیتی همچنان به تغییر اوضاع جنگی در غزنی در ساعت‌های آینده خوشبین هستند. در چهارمین روز نبردها در غزنی تصویرهایی از چگونگی اوضاع این شهر در این چند شبانه روز به دست آمدند. این تصویرها نشان می‌دهند که بخش‌های بزرگی از غزنی در آتش می‌سوزند و نیز برخی از جسدهای قربانیان نبردها در این شهر در جاده‌ها برجا مانده‌اند. در همین حال خبر می‌رسد که بیمارستان غزنی هم از جانباختگان و زخمیان این نبردها پر شده، اما از شمار دقیق تلفات این نبردها جزئیات روشنی در دست نیست و در برخی از گزارش‌ها این شمار تا صدها کشته و زخمی گفته شدند. در شماری از این تصویرها دیده می شود که طالبان در برخی از جاده‌های شهر حضور دارند و در بخش‌های دیگری هم نیروهای دولتی در حالت آماده باش هستند. ډېر جسدونه هم دلته پاتې دي چې د چچنیا خلک پکښې کې وو، پاکستانیان پکښې کې وو. از آغاز نبردهای اخیر در شهر غزنی، سخنگویان حکومت در برگه‌های اجتماعیشان همواره از رسیدن نیروهای کمکی به این ولایت و آغاز عملیات پاکسازی در شهر خبر دادند. اما این عضو شورای ولایتی غزنی که به کابل آمده است، میگوید که نیروهای دولتی تنها آن بخش‌های شهر غزنی را در دست خودشان دارند که نهادهای دولتی در آنها واقع شدند و در این چند روز در غزنی برای پسگیری بخش‌های دیگر از طالبان کاری انجام نشده است. اما گرد و پیش ساحت کم پستای کمربندی یا سقوط شد و یا پستا را ایله کرد چون فشار سر زیاد بود. باز افزای اول سقوط کرد، از افزای اول دمی صبحش باز افزای دو سقوط کرد. یعنی همینطور جنگ آمد تا که ما بریتان تشریح کردیم. حال جنگ سر ولایت، سر کماندانی امنیه، سر امنیت ملی و جنایی یعنی اینجا جنگ است. در این میان راههایی که از ولایت‌های همسایه به غزنی می‌انجامند برای رفت آمد بسته هستند. این تصویرها شاهراه زابل غزنی را نشان می‌دهند و به گفته رانندگانی که در این شاهراه گیر ماندند، طالبان در چند بخش این راه ایستگاه بازرسی ایجاد کردند و به کسی اجازه گذشتن از این جاده را نمی‌دهند. در این تصویر یکی از همین ایستگاه بازرسی طالبان را می‌شود دید. درې ورځې کېږي چې موږ دلته ولاړ یو، په سوري نه پوهېږو. کله وایي چې طالبانو جنگ دی او ماینونه دي. موږ یې کته کړي وو، طالبانو سهار وختي یې کته کړي وو، بس بولي وو تر ماښامه پورې. همزمان با این سران نهادهای امنیتی در نشستی در کابل باز هم بر تلاش‌هایشان از بهر دگرگونسازی اوضاع جنگی در غزنی تاکید می‌ورزند.
فعلا در قسمت محبس مکمل در اختیار خود ما است. دیشب یک مقدار بسکیت و مواد خوراکم برشان انتقال داده شد، یک مقدار مهمات هم برشان انتقال داده شد. مسیر بالایسار که یک مقدار مشکلات بود اونجا، او هم مکمل زیر کنترل نیروهای فعلا امنیتی است. در حدود ممکن 100 نفر نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات داشته باشه. هنوز ارقام دقیق گفته نمیتونیم، در حدود همین تعداد و ممکن در حدود 20 تا 30 نفر مردمای بیگناه و بی دفاع ما ملکی هم باشه. در بیش از یک سال اخیر همواره از اوضاع بد امنیتی در ولایت غزنی گزارش‌های پخش شدند و اکنون چگونگی امنیت ولسوالی‌های این ولایت بیشتر مایه نگرانی هاست. پیش از این گفته شده است که از 18 ولسوالی غزنی تنها ولسوالی‌های مالستان، جاغوری و ناور امن‌تر هستند. فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان پخش شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در این فهرست نامزدان تمامی ولایت‌ها به جز غزنی با شماره‌های انتخاباتیشان نشر گردیده است. این فهرست در وبسایت انتخابات و صفحه فیسبوک کمیسیون انتخابات قابل دسترس است. سقوط کمپ چینایی‌ها به دست جنگجویان طالب در غرماچ. منابع محلی در ولایت شمالی فاریاب مدعی‌اند که کمپ چینایی بعد از 48 ساعت محاصره و درگیری شدید شام امروز به دست جنگجویان طالب افتاد. و گفته منابع محلی شام امروز بیش از 40 نیروی امنیتی به دلیل عدم اکمالات و حمایت به جنگجویان طالب تسلیم شدند و حاکمیت کمپ چینایی ها را برای طالبان بخشیدند. محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب نیز این خبر را تایید می کند. در درگیری های 2 روز اخیر در کمپ چینایی های ولسوالی غرماج ولایت فاریاب 43 تن از نیروهای امنیتی شهید و مجروح گردیده و بیش از 17 تن به اسارت جنگجویان طالب درآمدند. منابع امنیتی در مورد سقوط کمپ چینایی ها به دست جنگجویان طالب هنوز اظهار نظر نکردند. نزدیک به 100 تن از نیروهای کماندو در ولسوالی اجدستان ولایت غزنی از 2 روز بدین سو ناپدید شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که 10 تن از این نیروها جان باختند و از سرنوشت 10 تن دیگر این نیروها خبر در دست نیست. اما وزیر دفاع ملی میگوید که در حدود 50 تن از نیروهای کماندو از بهر افزایش تهدیدهای طالبان از ولسوالی اجدستان به ولسوالی‌های همجوار آن رفتند. از سوی دیگر وزیر امور داخله میگوید که در 4 روز گذشته در حدود 70 تن از نیروهای پلیس در بخش‌های گوناگون کشور جان‌هایشان را از دست دادند. 200 نفر نیست، 50 نفر است و چون فشار و شدت جنگ زیاد بود بر علاوه کماندو نیروهای پلیسی که در اونجا بودن اونا با ولسوالی همجوار عقب نشینی کردن. 6 نامزده که نام‌هایشان از فهرست نام‌های کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی حذف شدند در اعتراض به این کار دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را بستند و مانع ورود کارمندان این کمیسیون به دفترهایشان شدند. این اعتراض کنندگان حذف شدن نام‌هایشان را از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی یک اقدام سیاسی می‌دانند و شمار از آنان می‌گویند که برای آنان فرصت استئناف‌خواهی نیز داده نشده است. همزمان با این در یک حمله انتحاری در نزدیک این معترضان یک پلیس جان باخت و یک پلیس دیگر زخم برداشته است. امر حوزه نهم شهر کابل میگوید که سرباز جان باخته عنایت الله نام داشت و او با درآویختن با مهاجم انتحاری از وارد شدن او به چادر معترضان جلوگیری کرد. ترخیل محمدی و شیرعلی احمدزی از کسانی هستند که حذف شدن نام‌هایشان را از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی سیاسی و غیر عادلانه می‌دانند. قاتل یا غاصب یا غیر قانوني وسلې لري دا د تاسو د مطبوعاتو په وړاندې باندې مطبوعاتي کمپاین جوړ کړي موږ به خپل حکومت ته خپل دلایل وړاندې کړو. دا فیصله هیڅ کله نه منو ترڅو پورې چې موږ غږ ته حکومت نظر ونکړي او زموږ فیصله دغه کومه ظالمانه فیصله چې کړې دا بیرته وانخلي. زرداد فریادی و قیس حسن از اعتراض کنندگان دیگری هستند که میگویند برای آنان حتی فرصت استئناف خواهی داده نشده است. شکایتونو کمیسیون مونږ چیلنج کو او په ټول لارم باندې کو د لوګر لارم باندې و د ننګرهارم باندې حق استئناف خواهی خو نداده شده. ما اول ابتدای صحبت ما است که بالای ما اعتراض شکایت نشده. شایسته باز ناصری و اکبر استانکزی 2 نامزد حذف شده ای هستند که در کنار این 4 نامزد حذف شده دیگر چادرهای اعتراضی برپا کردند.
ده هزار نفر ما امیال آماده باش است که حتی کمیسیونای انتخابات و شکایت ولایت از جره هم بسته بکنن. د لوی څارنوالي ستا سره څه مشکل لري ویل هیڅ شی مشکل نه لري دا ټول اسناد موږ په لاس کې دي. هر ورځ د کمیسیون دروازې بندول په مرکز ولایاتو کې د ملي پروسې سره لوبې کول دي او دا مونږه اندېښنې نور هم زیاتې چې خدای نه خواسته دغه ملي پروسه تاخیر نسی او د ځنډ سره مخامخ نسی و بالاخره د انتخابات پروسه ناکامی سره مخامخ نسی. اعتراض کنندگان میگویند که تا 3 روز در اینجا خواهند ماند. اگر به خواستهایشان پاسخ مثبت داده نشود شماری از بزرگراه‌های کشور را خواهند بست. گلابدین غبار، طلو نیوز. در این حال پس از پخش فهرست نام‌های نامزدان حذف شده انتخابات مجلس نمایندگان اکنون هیچ یک از کمیشنران کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در دفترهایشان حضور ندارند. شمار از کسانی که نام‌هایشان از این فهرست حذف شدند کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و حکومت را به جانبداری و برخوردهای سیاسی متهم می‌سازند، اما حکومت هر گونه مداخله در کار کمیسیون‌های انتخاباتی را رد می‌کند. امروز نیز دروازه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی بسته است. مسئولان از داخل کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگن که از بهر بعضی تهدیدها رئیس و همچنین بعضی از کمیشنران به دفترشان نیامدند. علی هادی که از یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان که به کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی شکایت کرده بود میگوید که هیچ کسی نیست که به پرسش‌هایش پاسخ بدهد. کمیسیون سهم شکایت به اساس همون خواسته های مردم باید در پروسه کمیسیون سهم شکایت شفافیت به وجود بیاره. شفافیت میتونه قناعت تمام مردم را حاصل کنه. اینجا نیز یکی از نامزدانی که نامش از سوی کمیسیون شکایت ها حذف شده است این کمیسیون و حکومت را به برخوردهای سیاسی متهم می‌سازد. که چیرې د 2014 ټاکنو بحث وي چې زه د یو کاندید ته مې د یو کاندید طرفدارۍ مې کړی د بل په خلاف کار مې کړی یا هغه ادعا بحث وي نو بنان ولسمشر غنی ستا د نظام مشروعیت هم د پوښتنې لاندې نن ورځ نه راغی. منابع در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگویند که کمیشنران از بهر تهدیدهای امنیتی به کارشان حاضر نشدند. اتحادیه اروپا و نروژ بر روشن شدن روند قانونی پرونده جنرال دوستم تاکید می‌ورزند. در خبرنامه مشترک سفیران اتحادیه اروپا و نروژ در کابل در واکنش به بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست رئیس جمهور غنی آمده است که آنان انتظار نتیجه روندهای قانونی را در برابر او دارند. خبرنامه می‌افزاید که هیچ کس نباید بالاتر از قانون باشد و این مهم است که تمامی شهروندان افغانستان برای صلح، ثبات و دموکراسی بر بنیاد حرمت‌گذاری کامل به قانون کار نمایند. جنرال عبدالرشید دوستم با آزار اذیت جنسی احمد شی ولی پیشین جوزجان متهم است. لیگ برتر فوتبال افغانستان امسال برگزار نخواهد شد. فدراسیون فوتبال کشور میگوید که در 6 سال گذشته نهادها و شرکت‌های خصوصی برگزاری لیگ برتر فوتبال کشور را تمویل می‌کردند، اما امسال به علت رکود اقتصادی نمی‌توانند این کار را بکنند. پیش از این حکومت به تمویل لیگ برتر فوتبال از سوی نهادهای دولتی وعده سپرده بود، اما به علت پیچیدگی‌ها در قوانین کشور این لیگ امسال از سوی نهادهای دولتی نیز تمویل نخواهد شد. رویداد شادی آفرینی که امسال به علت نبود هزینه برگزار نخواهد شد. لیگ برتر فوتبال افغانستان. این لیگ از هنگام ایجاد آن تا کنون از سوی نهادها و شرکت‌های خصوصی تمویل می شد، اما این نهادها و شرکت‌ها به علت رکود اقتصادی در کشور و مشکلات مالی امسال از تمویل لیگ برتر خودداری کردند. قرار بود که امسال برای نخستین بار لیگ برتر فوتبال از سوی حکومت و نهادهای دولتی تمویل شود. اتیا خبر میشنوی که هیچ کس نمیتونه حمایتت بکنه، در حالی که همگی وعده کردن که حمایت میکنن لیگ برتر افغانستان، لیگی که یک دستاورد است برای افغانستان و میتونه چهره افغانستان در تمام جهان به نمایش بگذاره. اما اکنون فدراسیون فوتبال کشور میگوید که پیچیدگی ها در قوانین کشور سبب شدند که لیگ برتر امسال از سوی حکومت و نهادهای دولتی نیز تمویل نشود. مدت 1 سال میشه که فدراسیون فوتبال افغانستان به هر طریقی به هر جا از هر دری که امکان داشت مراجعه کرد تا بتونه که هزینه لیگ برتر افغانستان که تنها لیگ برتر افغانستان برای فوتبال نیست، یک امید برای مردم افغانستان بود،
بتونیم که از لحاظ مالی بتونیم که لیگ تمویل بکنیم، اما متاسفانه نتونستیم. امید لرو چې بیا دا مسابقات جوړ شي او له ډیرو هیوادونو سره رابطه پیدا شي د فوتبالر د موږ تاسو ملي ټیم په نړۍ په سطح معرفي شي. لیگ برتر فوتبال افغانستان که با شعار یک ملت یک صدا 6 سال پیش ایجاد شد توانسته است که فوتبال افغانستان را به سوی حرفه‌ای شدن سوق دهد. تا لحظات دیگر بسته شدن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بدخشان. دروازه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان از سوی هواداران فوزی کوفی بسته شد. شمار از هواداران فوزی کوفی امروز پس از تظاهرات چند ساعته دروازه این کمیسیون را بستند. آنان که در برابر ساختمان این کمیسیون چادر اعتراض برپا کردند هشدار می‌دهند که تا هنگامی که نام فوزی کوفی در فهرست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان جا داده نشود، دروازه کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان را باز نخواهند کرد. دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بدخشان از سوی هواداران فوزیه کوفی بسته شد. هواداران فوزیه کوفی در اینجا در شهر فیض‌آباد دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان پس از بستن دروازه دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات در برابر ساختمان این کمیسیون چادر تحسن برپا کردند. تظاهرات امروز خاص به خاطر از این است که پس در لیست دوباره بیاید. اگر نیاید در لیست خدای نخواسته شاید ما انتخابات امی بدخشان رو به چالش بکشانیم. خواسته های منطقی و اصولی ما دولت تایید نکنه و خواسته های ما را قبول نکنه، به این راه پیمایی خود ادامه میتیم، قرار نمیشینیم، دروازه کمیسیون را بسته میکنیم. تظاهر کنندگان خواهان درج نام فوزی کوفی در فهرست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان هستند. برخورد سیاسی است و سومین خواست بسیار مهم است که این کمیسیون کاملا دولتی است و این کمیسیون حکومتی را ما قبول نداریم، فیصله‌اش هم بر ما قبول نیست. حکومت یا هم کمیسیون شکایت انتخابات به تصامیم ما یا به اعتراضات ما این عکس العمل نشانه تا یا هم تصمیم گیری نکنن، ما هیچ اجازه نخواهیم داد که کس به پای صندوق های رای بروند. وقتی که فوزی کوفی تعیین نمیشه ما هیچ او را ما قبول نداریم دیگه. رئیس جمهور گم شود دیگه، ایامه چی ساق گم شود، افغانستان ساق گم شود. تظاهر کنندگان هشدار می‌دهند تا هنگامی که نام فوزی کوفی در فهرست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان دوباره درج نشود، آنان دروازه این کمیسیون را باز نخواهند کرد. شمار از جوانان برای جاگزین ساختن گفتمان جنگ و گفتمان تساهل و مدارا یک برنامه علمی فرهنگی را پیرامون اعتدالگرایی برگزار کردند. این جوانان میگویند که حتی دستگاه‌های حکومتی، دانشگاه‌ها و مجتمع‌های فرهنگی و علمی نیز در پیکار با افراطگرایی کارهای سرگذار نمی‌کنند. این جوانان این گفتمان را گونه‌ای از اعتراض برای متوجه ساختن حکومت به این موضوع می‌دانند و باور آنان سرمایه‌گذاری در این زمینه از سرمایه‌گذاری در جنگ به هزینه کمتر نیاز دارد. اما تاکنون حکومت متوجه این اصل نگردیده است. این جوانان دومین برنامه اعتدالگرایی را زیر نام گفتمان تساهل و مدارا در دانشگاه کابل برگزار کردند. در این برنامه جایگاه تساهل و مدارا در ادبیات و از دیدگاه جامعه شناسی بررسی می گردد. این جنگ صفین که طولانی ترین جنگ‌های صدر اسلام هست، این چه انگیزه هایی داشته؟ چرا ما با کمک تساهل نتونستیم با هم کنار بیم؟ اینا فراموش نکنیم که زمانی که این جنگ ها رخ داد دست امریکا دخیل نبود، دست انگلیس هم دخیل نبود و این کشورهای همسایه هم دخالت نداشتن در این جنگ ها. ټولنې د لویدو سره نوي شیان ټولنې ته راننوځي، نوي کسان ټولنې ته راننوځي. نو دلته د ټولنې هغه اصلي تضاد را پیدا کیږي. انساني جامعه باید پرمختګ وکړي، نوي شیان کشف کیږي، نوي حالات رامنځته کیږي. هغه څه چې په یو وړوکې کورنۍ کې اساسي ښودل شوی و هغه ضرورتونو ته جواب نه وایي، باید نوي شیان پیدا شي.
مگر په این زمان کې ټولنه ثبات ته ضرورت لري. این جوانان میگویند که دامنه افراطگرایی و تندروی دینی هر روزه گسترده تر می شود، اما دستگاه های رسمی حکومت، نهادهای علمی فرهنگی و نیز نهادهای دینی در برابر این پدیده بسیار منفعلانه عمل کردند. لازم دیدیم که یک گفتمان را شکل بدیم که حداقل جبران کرده باشیم و حداقل صدای مهربانی، تساهل و تسامح را در برابر این همه خشونت هایی که اعمال میشه به شکل بی‌حد و حصر و همه روزه جامعه ما و ما از ما قربانی میگیره و ما رنج میبریم از او، این صدا بلند نگه داشته. خود زیبایی اکثرا احساسات تلطیف میکنه. وقتی احساسات تلطیف شد خشونت زدوده میشه. یعنی یک چیز ضد خشونت قرار میگیره. خود شعر ضد خشونت قرار. این جوانان در تلاش هستند که این گفتمان توسعه یابد و می‌کوشند که محتوای گفتمان‌هایشان را از طریق رسانه‌ها، مقاله‌ها و دستنامه‌ها چاپ کنند تا در دسترس همگان قرار گیرند. تا لحظات دیگر وجود فساد در حساب‌های کابل بانک نو. به ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. شمار از کارمندان تفتیش داخلی کابل بانک نو از دستبرد به پولهای حسابهای بانکی این بانک خبر می‌دهند. آنان ادعا دارند که فساد گسترده و نیز وجود صدها حساب بانکی خیالی به نام‌های کارمندان دولت و دستبرد بر بیش از 60 میلیون افغانی از سوی یک کارمند دولت در تبانی با کارمندان این بانک شناسایی شدند، اما پس از افشاگری آنان یا از کار برکنار شدند و یا به بخش‌های دیگر این بانک منتقل شدند. در این حال مسئولان لوئیس رنواری می‌گویند که یکی از پرونده‌های کابل بانک نو به این نهاد رسیده است و این نهاد آن را بررسی خواهد کرد. تا لحظات دیگر زنده ماندن یک پسر 12 ساله بعد از سقوط یک هواپیما در اندونزیا. ادامه خبرها. دوره تازه پارلمان پاکستان امروز آغاز شد. رهبران احزاب سیاسی پاکستان به شمول عمران خان و شهباز شریف از اعضای تازه پارلمان هستند که امروز سوگند یاد کردند. عمران خان در حال به گرفتن کرسی نخست وزیری پاکستان نزدیک می شود که نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان برای روبرو شدن با اتهام‌های تازه امروز به دادگاه برده شد. یک پسر 12 ساله در سقوط یک هواپیما در اندونزیا زنده مانده است. یک هواپیمای کوچک مسافربری 2 روز پیش در بخش‌های کوهستانی ولایت پاپوا در غرب اندونزیا سقوط کرده بود. این هواپیما دیروز در همین منطقه پیدا شد. در این رویداد 8 سرنشین این هواپیما جان باختند، اما یک پسر 12 ساله از این رویداد جان به در برده است. پایان خبرها. من از طلوع شبتان بخیر. خدا نگهدار. در طول نیوزم نگاه دوباره به سرخط خبرها. حضور طالبان در بخش‌های شهر غزنی. تصویرهایی که از نبردها در غزنی به دست آمدن نشان می‌دهند که در چند روز اخیر بخش‌های بزرگ از این شهر در آتش سوختند. ناپدید شدن در حدود 100 تن از نیروهای کماندو. وزیر دفاع ملی میگوید که در حدود 50 تن از نیروهای کماندو از بهر افزایش تهدیدهای طالبان از ولسوالی اجرستان به ولسوالی‌های همجوار آن رفتند. لغو بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان به علت نابسامانی‌های اقتصادی. لیگ برتر فوتبال افغانستان امسال برگزار نخواهد شد. با آغاز دوره تازه پارلمان پاکستان و سوگند یاد کردن رهبران سیاسی در پارلمان این کشور.
شمار از نامزدان مجلس نمایندگان در ولایت پکتیا میگویند که در روندهای ثبت نام‌های رای دهندگان تقلب‌های گسترده صورت گرفته است. آنان امروز در یک نشست خبری در شهر گردیز میگویند که مقام‌های محلی پکتیا باید در این باره پاسخگو باشند. در این حال سخنگوی والی پکتیا هر گونه تقلب را در روند ثبت نام‌های رای دهندگان رد می‌کند. اینجا در شهر گردیز شماری از نامزدان مجلس نمایندگان گرد آمدند. نگرانیشان را از روند ثبت نام‌های رای دهندگان اعلام می‌کنند. آنان می‌گویند که در هنگام روند ثبت نام‌های رای دهندگان برخی از حلقه‌ها دست به تقلب زدند. او زموږ معلومات په ډاګه کوي چې ورک شوي کتابونه په داخل د کمیسیون کې د ټاکنې د ولایتي ادارې د ځینو کارکوونکو له لورې د مشخصو او برحاله وکیلانو په ګټه ډک شوي دي. مشخص 4 کاندیدان دي. کوم کاندیدان؟ آغا د ګل پاچا مجیدی، رازی منگل، غختلی او نواب منگل تا کار کوي. این نامزدان مقام‌های محلی پکتیا را در این باره پاسخگو می‌دانند. پارلمان باید منحل سي د دې په خاطر باندې چې ترڅو وکولای سي نوي نوماندان او زاړه برحال وکیلان په یو شان باندې ټولو ته عادلانه شکل باندې د انتخاباتو مبارزاتو کې د ګډون وکړي. چې که فرمایشي انتخابات زموږ د وخت مزایي کوي، هماغه کسان چې موجود دي لپاسه دی ورته فوق‌العاده فرمان ورکړي، بیرته د را باندې تحمیل شوي لکه څنګه چې 8 کاله په موږ تحمیل شوي وو. او که داسې وي چې رښتیا واقعا شفاف او عادلانه ټاکنې وي نو بیا د ولس ته واک ورکړي. اما سخنگوی والی پکتیا این ادعاها را رد می‌کند. ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د مسئولیت راجع کیږي چې هغوی د دې ځواب ووایي، خو په موندنه کې د دغه چې څنګه دا تثبیت شي او یا ونه کارول شي په دې کې ولایتي اداره مسئولیت لري. ولایتي ادارې هم مرکز ته او همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکز ته مکتوبونه استولی دي. سخنگوی والی پکتیا میگوید که روند ثبت نام‌های رای دهندگان در تمامی مرکزها در این ولایت شفاف بوده است و هیچ گونه تقلبی در این مرکزها نشده است. شمار از نظامیان در گرامی داشت از 99مین سالگرد آزادی کشور میگویند که آنان پاسبانان این آزادی هستند و برای دفاع از کشور تا پای جان خواهند رسمید. فرمانده مرکز آموزشی ارتش در کابل میگوید که این کشور به بهای خون هزاران انسان نگهداری شده است و نیروهای دولتی کشور نیز برای دفاع از افغانستان جانهایشان را قربان خواهند کرد. یک لبخند برای پشتیبانی از نیروهای دولتی. در مراسم گرامی داشت از 99مین سال روز استقلال کشور شماری از نظامیان تازه نفس گرد هم آمدند و از این روز یاد بود می کنند. یک بار دیگه تعهد ما تجدید میشه که افغانستان را حاکمیتش و استقلالش برای همیش در عقول و عروج تاریخ افغانستان و تاریخ دنیا رقم خواهیم زد. شاه امان الله خان غازی از رشادات و قهرمانی‌های مردم در سایه استقلال و آزادی در میدان‌های جهاد نیروهای مسلح کشور را به جهانیان به ثبات رساند. در این میان شماری از فعالان جامعه مدنی از نیروهای ارتش ستایش می‌کنند. در حادثه کانتیننتال که صورت گرفت همین نیروهای امنیتی بود که جان ما و جان ده‌ها همشهری و هموطن ما را نجات دادن. بازم سپاس میکنم. نیروهای نظامی همیشه مصروف جنگ و به می شکل مسائل هستند. خواستیم ما برنامه یک لبخند تا بتونیم امروز احساس خوشی میکنیم که در میان نیروهای دفاعی کشور هستیم. این نظامیان تازه نفس میگویند که آنان در کشور میراثدار آزادی هستند. منګه فلار او نیکنه دا تاریخ افاده سی به منګه چې ار یارغړګدي به چې موږ په وطن باندې یارغل کوي به چې منګه مات سره مخ کو منګه اندی تراوتی او ان شاء الله کوبه. 99 سال پیش شاه امان الله خان استقلال افغانستان را از انگلیس ها گرفت و افغانستان را کشور مستقل اعلام کرد. شمار از باشندگان دو طرف جادگی لوگر از بهره به تعویق افتادن کار ساخت سرک تانگ لوگر چهارآسیاب دست به اعتراض ها زدند. آنان شهرداری و وزارت فوایدنامه را به کمکاری در کار این پروژه انتقاد میکنند و میگویند که سال هاست که این پروژه عملی نمی شود. در این حال شهرداری کابل میگوید که بخش استملاک زمین ها در دو طرف این جاده جریان دارد و قرار است که کار این پروژه آغاز شود.
شمار از باشندگان ناحیه اشرم شهر کابل و شمار از باشندگان لوگر اینجا در منطقه تانگتیل لوگر از بحر تأخیر کار ساخت جاده کابل لوگر گرد آمدند. آنان حکومت را به بی‌توجهی در کار این پروژه متهم می‌سازند و هشدار می‌دهند که اگر به خواست‌هایشان پاسخ مثبت داده نشود به راهپیمایی‌های گسترده‌تر دست خواهند زد. ما جناب رئیس جمهور خواهش میکنم که کل جای تو روشن ساختی، 4 سمت کابل تو سرکش ترمیم کردی. سرک کابل لوگر فیرنده تو حالات است که سیاسرهای ما میاید در رابندا به هدف امید ضایع میشه. به طور کامل گفتم میتونم که 4 سال ما به دربر گرفته شد، بیشتر از او سرک ما جور نمیشه. هزار کدامش از 8000 تا 20000 دلار به حساب پول گرفتن که امکار تثبیت ملکیتش خلاصه. حال خواستی مردم چی است؟ در همین حال شهرداری کابل میگوید که مراحل استملاک زمین‌هایی که در مسیر این پروژه قرار دارند از مسئولیت‌های این اداره بود که صورت گرفته و مطابق کار این پروژه مربوط به اداره اراضی و وزارت فواید عامه میباشد. در 3 مرحله تکمیل شده. فعلا شهروالی کابل منتظر است که کمیته تثبیت ملکیت‌های اداره محترم اراضی کار تصفیه را تکمیل کنه و به شهروالی کابل تحویل کنه و شهروالی کابل آمادگی کامل داره تا پول این ملکیت ها را بپردازه و زمینه کاملا آماده شده برای ساختمان سرک. وزارت فواید عامه میگوید که 5 ماه می شود که کار این پروژه از بهر بزرگ بودن این پروژه از شهرداری کابل به این وزارت انتقال داده شده است و این وزارت کار ساخت این پروژه را به شدت ادامه خواهد داد. که کمیسیون محترم تدارکات ملی در هفته گذشته یک شرکت بین‌المللی معتبر را به وزارت فواید عامه پیشنهاد کرده که فعلا وزارت فواید عامه با شرکت بین‌المللی وارد مذاکره است و بعد از مذاکره ان شاءالله قراردادش امضا میشه و کار بخش اولش آغاز میشه. بر بنیاد اطلاعات وزارت فواید عامه قرار است جاده تانگتیل لوگر 4 آسیاب به طول 21 کیلومتر در 6 لاین به عرض 60 متر و به گونه معیاری ساخته شود. گفته می شود که این پروژه در 3 بخش ساخته خواهد شد. وزارت امور داخله برای تامین امنیت هرچه بیشتر شهر جلال آباد نیروهای ویژه به شهر جلال آباد فرستاده است. این نیروها که از یک هفته بدین سو کارشان را در شهر جلال آباد آغاز کردند میگویند که خل سلاح کردن مردان مسلح غیر قانونی، پاک کردن شیاهای دودی و تامین امنیت شهر جلال آباد از وظایف اصلی آنان هستند. مقام‌های امنیتی ننگرهار به مردم اطمینان میدهند که جلو نابسامانی‌ها گرفته خواهد شد. اینان سربازان ویژه وزارت امور داخله که مشغول تامین امنیت شهر جلال آباد هستند. این نیروها یک هفته پیش پس از حمله های هراس افغانانه پی در پی به شهر جلال آباد رفتند و مشغول تامین امنیت شهروندان کشور هستند. این نیروها میگویند که در کنار تامین امنیت، خلع سلاح کردن افراد مسلح غیر مسئول، پاک کردن شیشه های دودی و نیز انجام عملیات های ویژه در برابر هراس افغانان از مسئولیت های این نیروها به شمار می روند. پلیس او دغه خو د ځکه پلیس سره چا سره بلد دي کنه بس سوچ تیری بس لاس جی کی خو دیو خدي به چا سره بلد نه زورواکان یا هغه نه ورته قانون ور باندې تطبیقي خپل قانون نه پلیس دار تلاشي نس کول لکه د حکومت تلاشي کوي دی په زړه ورته هم لګیا دی او بل دی ډیر دقیقه تلاشي کوي. در همین حال باشندگان ننگرهار کارهای یک هفته این نیروها را در تامین امنیت اثرگذار می‌دانند. با همکاری قطعاتی که اینجا داشتیم از قطعات خاص، ما در هر چهارراهی که تقریبا 20 چند چک‌پوینت بود، ما در برابر کسایی که زورگو بودند، دشمنای وطن، دشمنای ملت بودند، ما ایستادگی کردیم. تر از صدها واسطه شیشه‌های تمام اقشار مردم را پاککاری کردیم. بیشتر از یک تعداد سلاح‌هایی که شما هم شاهدش بودین، سلاح‌های فاقد اسناد. مقام‌های امنیتی ننگرهار به ننگرهاریان اطمینان می‌دهند که امنیت ننگرهار را بیشتر تامین خواهند کرد. و مردم ننگرهار ما وعده میتونم که امی پروسه همیشه دوام داره، پاککاری، نگفتن بر مقابل زورگویا، تنفیذ قانون، حاکمیت قانون، آرامی مردم. اطمینان میتونم پلیس همیشه پلیس شانه در خدمتشان است. وعده میتونم همیشه شب و روز در تلاش هستیم تا بتوانیم یک سال و صفا و آرامی را به شهر همشهریان ننگرهار بیاریم. نیروهای ویژه در حال مشغول تامین امنیت شهر جلال آباد هستند که شهر جلال آباد در هفته‌های اخیر گواه حمله‌های هراس افغانانه بوده است. در ماه اخیر مهاجمان انتحاری چندین نهاد دولتی و غیر دولتی را آماج حمله‌های انتحاری و انفجاری قرار دادند. اکنون دیده شود که با به کار آغاز کردن نیروهای ویژه امنیت شهر جلال آباد تامین خواهد شد.
شمار از باشندگان ولایت کاپیسا در اعتراض به گسترش نامنی‌ها در این ولایت دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که شاهراه کابل کاپیسا را برای چند ساعت بستند میگویند که گسترش فعالیت‌های طالبان از یک سو و گشت و گذار مردان مسلح غیرقانونی از سوی دیگر سبب گسترش نامنی‌ها در این ولایت شدند. در این حال پلیس کاپیسا میگوید که با مردان مسلح غیرقانونی برخوردهای قانونی خواهد شد. نگرانی باشندگان ولایت کاپیسا از گسترش نامنی‌ها در این ولایت. آنان در اعتراض به گسترش نامنی‌ها دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان میگویند که فعالیت‌های طالبان و نیز گشت و گذار مردان مسلح غیرقانونی سبب گسترش نامنی‌ها در این ولایت شدند. 15 نفر مسلح غیر مسئول مردم مورد شدید قرار میدن، 5-6 نفر زخمی است که یکیشان در کوما است. نمیانه ما به خاطر از این جمع شدیم که آمر اوزه در اوج حضور داشت، مدیر جنایی حضور داشت، ولی هیچ به داد مردم نرسیده. طرف شب اینا قطع طریق میکنن، رهزنی میکنن و از طرف روز مردم مورد آزار و اذیت قرار میدن. این افراد مسلح غیر مسئول است که زمینه را برای یک تعداد دیگران میسازند تا ای که یکی از علمای ما را، افسرای ما را، برادرای ما را، کترای ما را به قتل برساند. تا وقتی که صدای ما شنیده نشود، مجرمین به دادگاه کشانیده نشود و ما صدای عدالت‌خواهی خود بلند می‌کنیم. از سوی دیگر پلیس کاپیسا گشت و گذار مردان مسلح غیرقانونی را میپذیرد. افرادی که کارت سلاحش مجوز قانونی باشه به نام هر کدام ما باشه شما را گرفتار کنید و پنجاه قانون بسپارید. تا حالا ما گزمای سیار ما و گارنیزون محلی ما که ما در بس گارنیزون نداریم، گارنیزون محلی ما که جور کردیم در ارتباط هماهنگی ما اقدامات کردیم که هر کسی باشه ما را بگیریم. پلیس ولایت کاپیسا به مردان مسلح غیر مسئول هشدار می‌دهد که تا هنگامی که جنگ افزارهایشان را به دولت نسپارند با برخورد قانونی نیروهای دولتی روبرو خواهند شد. وزارت مالیه از کاهش تعرفه بر واردات مواد خام که در پالایشگاه‌های نفت به کار می‌روند خبر می‌دهد. رئیس گمرک‌های وزارت می‌گوید که شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند از این امتیازها بهره مند شوند. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که هرچند شمار و ظرفیت تصفیه‌خانه‌های نفت در کشور بسیار اندک است، اما کاهش تعرفه در مواد خام پالایشگاه‌های نفت در کشور سرمایه‌گذاری‌ها را در این بخش بیشتر خواهند ساخت. بر بنیاد طرح اخیر وزارت مالیه که از سوی شورای عالی اقتصادی تصویب شده است، صاحبان پالایشگاه‌های نفت در کشور پس از این نفت خام را با 1% تعرفه گمرکی به کشور وارد خواهند کرد. ریاست گمرک‌های وزارت مالیه میگوید که این تغییرات بر بنیاد کارشیوه رشد و پشتیبانی از تولیدات داخلی که از پارسال به اجرا گذاشته شده است آمده‌اند. فابریکات و یا تصفیه‌خانه‌های ما که در افغانستان فعالیت میکنن یک موقع خیلی خوب است، یک چانس بسیار خوب است برشان که فعالیت خودان ادامه بدن. البته در اوج مکلفیتایی است که باید مطابق از او یا کار بکنن. در صورتی که امو شرایط را یا تطبیق بکنن میتونن که از اونمو تعرفه حمایوی استفاده بکنن. این امتیاز در حال به صنایع تصفیه نفت داده می شود که به گفته اتاق تجارت و صنایع همکنون بخش خصوصی برای ساخت 2 پالایشگاه بزرگ در کشور علاقمندی نشان داده است. تلاشی هستند برای سرمایه‌گذاری داخلی و یک امکاناتی هستند که در آینده اگر ما دولت کمک بکنه به سکتور صنایع ما و تولیدی ما و برق برشان مفت بده، دیگه امکاناتشان بتن، امنیتش بگیره، پرزن زیربنایش جور کنن. اینمی کارا اگر شوه فکتری های بسیار بزرگی کلانی که با ظرفیت 200 میلیون دلار و 300 میلیون دلار هستند، این میتونه ما چون ذخایر تیلم داریم و میتونه که ذخایر جور شوه و چی فابریکات برشان جور شوه. بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع در حال حاضر 7 پالایشگاه نفت در حیرتان و هرات وجود دارند که تولید ماهانه‌شان حتی نیازمندی یک روز بازار نفت کشور را تامین نمی‌کند. مسئولان این نهاد می‌گویند که روزانه تنها در بخش ملکی نزدیک به 15,000 تن نفت در کشور مصرف می‌شود، در حالی که ماهانه کمتر از 5,000 تن نفت خام برای پروسس در پالایشگاه‌های کشور وارد کشور می‌شود. در ادامه هم گزارش‌های ورزشی را ببینید. شب بخیر، خدا نگهدار. تا نزدیک به 5 روز دیگر مسابقات آسیایی را جاکارتا میزبانی خواهد کرد.
پهلوانان کشور در کابل عرق می‌ریزند تا زیر پرچم سه‌رنگ افغانستان در این رقابت‌ها حضور یافته و توانایی‌های منحصر به فردشان را به نمایش بگذارند. این ملی پوشان با آنکه از حداقل امکانات برابر با معیارهای بین‌المللی این رشته برخوردار نیستند، ولی تاکید دارند که درخشش خوب را از خود به نمایش بگذارند و نتایج قناعت بخش را از این پیکارها به دست آورند. مدت 6 ماه ما آمادگی مسابقه گرفتیم که 1 ماه در المپیک قرنطینه هستیم. در وزن 97 کیلوگرم کشتی می‌گیریم. مدت 6 ماه میشه که آمادگی به مسابقات گرفتیم و 1 ماه است که قرنطینه هستیم از طرف کمیته ملی المپیک. از سوی هم مربیان تیم ملی پهلوانی تمرینات ورزشکاران را بلند توصیف کرده و از حضور پرقدرت این ملی پوشان در بازی‌های آسیایی اندونزیا خبر می‌دهند. ما مدت 1 ماه از طرف ریاست تربیت بدنی و المپیک قرنطینه هستیم و امکانات خوب برای ما. صبح دیگر تمرین‌های ما ادامه دارد. 3 وقت نان داریم، شبانه استراحت است. رقابت‌های آسیایی امسال با حضور کشورهای قاره کهن در 46 رشته ورزشی به میزبانی جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار می‌شود که از افغانستان 80 ورزشکار در آن حضور خواهند داشت.